یه جایی توی زندگی هست که حس میکنی همه چیز از دستت در رفته، نه فقط چیزایی که داری بلکه یه بخشی از خودت. افکارت سنگین میشن، احساساتت ازت جدا میشن و هر روز مثل باری نامرئی روی دوشت سنگینی میکنن. اگه تا حالا این حس رو تجربه کردی، بدون اصلا تنها نیستی و مهمتر از اون بدون که یه تمرین ساده میتونه کمکت کنه تا دوباره کنترل زندگیت رو به دست بیاری. نه فقط روی اطرافت بلکه روی ذهنت و روی آرامش فکریت. این اصلا یه معجزه نیست، اما مسیری واقعیه، مسیری که برای من از یکی از سخت‌ترین دوران‌های زندگیم شروع شد. یه بار خوندم که تغییرهای بزرگ زندگی معمولاً به 2 دلیل اتفاق میفتن. یا چون ارادش رو پیدا میکنیم، یا چون زندگی ما رو به نقطه‌ای میرسونه که چاره‌ای جز تغییر نداریم. برای من آشنایی با مینیمالیسم ترکیبی از هر دوتا بود. چند سال پیش بود که زندگیم به جایی رسیده بود که هیچ وقت تصورشو نمی کردم. به دلایل مختلفی که روی هم جمع شده بودن. بیشتر روزها غمگین بودم، کنترل فکرم، حرفام و گاهی حتی رفتارم از دستم در رفته بود. یه درد روانی که گاهی واقعا به درد جسمی هم تبدیل می شد. اونجا بود که برای اولین بار توی زندگیم از کسی کمک خواستم. رفتم تراپی، جلسه‌های هفتگی یا 2 هفته یک بار. کم کم یاد گرفتم چطور ابزارهای ذهنی و راهکارهایی بسازم که کمکم کردن دوباره خودم رو بشناسم و بفهمم واقعا چطور میخوام زندگی کنم. یه بخشایی هم که پاندمی کرونا بود، همه چیز تعطیل شد، کلاس آنلاین شدن و یه دفعه زمان زیادی پیدا کردم. زمانی که توی اون وضعیت ذهنی و بحرانی یک جورهای زمان انگاری بی انتها و سنگین به نظر می رسید. یه روز توی همون دوران به طور تصادفی مستندی دیدم به اسم مینیمالیسم و اون شد نقطه شروع تغییری که هیچ وقت فکرشو نمی کردم. شروع کردم به فکر کردن درباره معنای واقعی مینیمالیسم و فهمیدم که میتونه توی همه چیز جریان داشته باشه. فقط کم کردن و کم داشتن وسایل اضافی نیست، یک جور نگه داشتن چیزهایی که واقعا ضروری هستند، چه توی دنیای بیرون از خودم و چه در دنیای درون خودم. از جاهای ملموس و قابل لمس شروع کردم، از اتاقم، لباسهام، وسایلهام، و اونجا بود که با یک حقیقتی روبرو شدم. من یک جورایی اعتیاد به خرید داشتم و هیچ وقت متوجهش نشده بودم. انگاری هر چقدر بیشتر می‌خریدم، اون دوپامینه و اون شادیه بیشتر بروز پیدا می‌کرد و اون خریدم بیشتر از چیزی بود که هدیه بدم یا یه چیزی رو بفروشم. هر کشو و هر کمدی که مرتب می‌کردم یه لایه از نیازهای احساسیم یه جورایی رو می‌شد که سعی داشتم با اون چیزها پرشون کنم. اما یه بخش شگفت انگیز ماجرا این بود که هرچی فضای اطرافم رو ساده تر می کردم، ذهنم شفافتر و آرومتر به نظر می رسید. انگاری هر وسیله اضافی که کنار می زاشتم یه تکه از اون مه ذهنی و اون مالی خولیایی که باهاش دست و پنجه نرم می کردم از بین می رفت. بعد مینیمالیسم رو به بخشای ناملموستر زندگیم بردم. مثلا بردم به روابطم، به هدفهام، به دوستیهام، به ارزش‌هایی که تو زندگی قائلم، به خواسته‌هام. از خودم پرسیدم آیا این واقعا به زندگی من ارزشی اضافه میکنه یا آیا منو به کسی که میخوام باشم نزدیکتر میکنه؟ شاید به نظر برسه دارم مینیمالیسم رو خیلی زیادی رمانتیک در نظر میگیرم، اما راستش مشکلی با این نگاه ندارم، چون وقتی این اصول رو وارد زندگیم کردم یه چیزی که گمش کرده بودم پیدا شد و برگشت دوباره به زندگیم. من شفافیت و روشنی و یک نوع شادی کوچیک ولی بی انتها رو به دست آوردم.
این تغییر اصلا ناگهانی نبود و با یک شیب ملایمی بود، آروم و تدریجی به نظر می رسید. نمیفهمیم دقیقا کی تاریکی جاش رو به نور و روشنی میده، اما یه روز چشم باز میکنی میبینی یه جای دیگه وایسادی. مینیمالیسم هم بهم یاد داد که کمتر داشتن میتونه از هر زیاده روی قوی تر باشه. کمتر حواس پرتی، یعنی تمرکز بیشتر روی چیزهای مهم داری، حواس پرتی کمتری داری، روابط کمتری داری اما خیلی عمق بیشتری دارن اون روابطت، هدفات کمترن اما واقعی ترن و دستیافتنی ترن و بیشتر شبیه خودتن. حتی شاید هم بپرسیم که آیا این برای همه جواب میده یا فقط یه تصادفی بوده برای من. راستش اصلا نمیتونم تحقیق علمی نشون بدم که ثابت کنه که واقعا مینیمالیسم ذهن رو آرومتر میکنه، اما میتونم یه چیز ارزشمندتر بگم، یه تجربه واقعی از یک زندگی. از وقتی مینیمالیسم رو وارد زندگیم کردم دیگه به اون تاریکی برنگشتم، یا وقتی که برمیگشت میدونستم چجوری باید باهاش برخورد بکنم و به سمتش نرم. نه اینکه چون مینیمالیسم انگاری یه جادویی میکنه، نه، چون یاد گرفتم فرق بین ضروری و سر و صدا رو توی زندگیم تشخیص بدم. چی برای من ضروریت داره و اولویت داره و چی فقط یک سری سر و صداست و یک هیاهوه. اگه احساس خستگی، آشفتگی یا گمگشتگی داری، شاید جواب توی اضافه کردن چیزهای جدید نباشه، توی حذف چیزهای اضافه است. یعنی ما فکر میکنیم با یه چیزی که میخریم حالمون رو خوب میکنیم، اما ممکنه جواب توی حذف باشه نه توی اضافه کردن. مینیمالیسم یعنی وفور چیزهایی که واقعا ارزشمندن برامون و گاهی این وفور فقط وقتی خودش رو نشون میده که جا براش باز کنی تا بتونه نفس بکشه. چطور امروز شروع کنیم؟ با یه گوشه کوچیک از زندگیمون، یه فضا، یه رابطه که الکی نگهش داشتیم، یه عادتی که الکی خودمونم میدونیم که الکی، خودمونم میدونیم بخشی از ما نیست ولی به عنوان عادت پذیرفتیم و هر روز داریم انجامش میدیم. از عادتهای کوچیک، از این رابطه هامون که خیلی وقت میخوایم بهشون یه فکری بکنیم، از این چیزهای کوچیک شروع بکنیم. ببین وقتی با مهربونی چیزهای غیر ضروری رو کنار میذاریم، چطور اصل زندگی دوباره روی ما شکوفا میشه و خودش رو بروز میده و نشون میده. پس من همیشه توی آخر حرفام میگم و باز هم این رو تکرار میکنم که مثل اینکه مسیر درست زندگی توی ساده سازی کردن چیز هاست.